سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من زهرا هستم، با تدریس مبحث MHC در خدمتتون هستم. MHC ها گلیکوپروتئین هایی هستن که روی سطح سلول های سوماتیک و لوکوسیت بدن ما بیان میشن و اپیتوپ های خطی پروتئینی و غالبا اپیتوپ های غالب را در خود عرضه میکنن. بعد MHC ها به دو دسته تقسیم میشن: MHC های کلاس 1 و MHC های کلاس 2. این MHC ها روی کروموزوم شماره 6 ما قرار دارند و در موش هم روی کروموزوم شماره 17 قرار دارند. هر مولکول MHC کلاس 1 دارای 3 تا جایگاه ژنی هسته که بهش MHC A, B, C گفته میشه. MHC 2 هم شامل DR, DP, DQ هسته. به MHC ها توی انسان HLA هم گفته میشه. پس حواستون باشه علاوه بر MHC HLA هم صداشون میکنن. این HLA ها به صورت همقالب به ارث میرسن. بعد میگیم که تو پیوند عضو DR، HLA DR، HLA B و HLA C از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. HLA ها هم‌بارز هستند، حرکت ترجیحی دارند، جزء خانواده ایمونوگلوبولین ها هستند. اگه بخوایم HLA ها رو از نظر تنوع دسته‌بندی کنیم، HLA های کلاس 1 تنوع HLA B از همه بیشتر هسته، بعدش HLA A، بعدش HLA C. تو MHC کلاس 2 HLA DR بتا از همه بیشتر هسته، بعدش HLA DQ، بعدش DP، بعدش DR آلفا. پس همونجوری که میتونیم نتیجه بگیریم HLA DR آلفا و HLA C تنوعشون از همه کمتر هسته. میتونیم بگیم که DR آلفا غیر پلیمورفیک هسته و اصلا تنوع نداره. HLA ها توانایی اتصال به پپتیدهای مختلف رو دارن. همونجوری که گفتیم فقط یه دونه شیار اتصال به پپتید رو دارن. اتصالشون هم به صورت برگشت پذیر هسته. غیر کووالان هستن، افینیتیشون پایین هسته و انتخابی هستند و اختصاصی نیستند MHC ها. در موش هم MHC کلاس 1 مون 3 تا هسته، MHC کلاس 2 مون 2 تا هسته. MHC های کلاس 1 H2K، H2D، H2L هسته. MHC کلاس 2 AE و AA هسته. MHC های کلاس 2 مون محدود به سلول های آپیسی هستند. اینترفرون گاما و TNF آلفا و بتا عامل تحریکشون هستند. کمترین تعدادشون بر سطح سلول های ماکروفاج و دندرتیک سل نابالغ هسته بچه ها. MHC کلاس 1 بر روی سلول های هسته‌دار بدن ما قرار داره. عامل محرکشون هم اینترفرون آلفا و بتا تاثیر زیادی بر بروز آن دارد. اینترفرون گاما به میزان کمتری. پس آلفا و بتا خیلی میتونه تحریکش کنه ولی گاما به مقدار کمتری میتونه MHC کلاس 1 رو تحریک کنه. کمترین مقدارشون هم روی قرنیه، قلب و سلول های توموری هسته. MHC کلاس 2 مون در فاگوزوم هسته. MHC کلاس 1 مون در سیتوزول هسته. بچه ها ما علاوه بر MHC کلاس 1 و 2 یه MHC کلاس 3 هم داریم که جایگاهش بین MHC کلاس 1 و کلاس 2 هسته و شامل ژن‌های قطعات کمپلمان و سایتوکاین‌های التهابی TNF، LT آلفا و LT بتا هسته. یه تعداد از پروتئین‌های شوک حرارتی هم در این ناحیه قرار دارند.
ماکروفاژها تحت اثر IFN گاما تولید MHC کلاس 2 رو زیاد میکنن بچه‌ها. مرسی که تا این قسمت از تدریس همراه من بودید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونین ازش استفاده کنید. موفق باشید.